سلام خدمت شنونده ها و بیننده های خوبی رادیوی نسیم. امیدوارم که در هر گوشه و کناری از دایکندی و بامیان هستید. ایام با کامتان باشن و اوقات بخیر بگذرن. آیا در رابطه با گیاه طبی هینگ معلومات دارین که این گیاه طبی چی هست و چی درد میخورن و چی اهمیت دارن؟ گرچه در کشورهای دیگر این گیاه از اهمیت بالایی برخوردار هست و در افغانستان هم طی سالهای اخیر در بعضی ولایت رونق خوب یافته و طی یک دو سه سال اخیر در ولایت دایکندی هم بعضی ساحات و بعضی شرکت ها در رابطه تبلیغ دارن که از اهمیت بالای برخوردار هست و شیر از این به قیمت بالای فروخته میشن و میشه که از این گزینه بدیلی برای کشت مواد مخدر باشن یا دیگر موارد، مخصوصا در خوشسالی های طی 2 سال اخیر یک گزینه مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی است. محمد نبی قربانی یک از کسایی هست که حدوداً 5 سال میشه که در این قسمت کار میکنن و از این گیاه و بوته هایشان زیاد غرس کردن و همه ساله میکارن. بیشتر از گناه میخوایم بپرسیم که چه قسمی شد آقای قربانی که این کار شما رو دست بگیرین و این انگیزه از کجا شد که شما برین دانه از زیر بیارین و این را بیکارین تا به صراحت یا حدوداً طبق گفته خود شما 5 سال مشته یک کار مشغول هستین. میشه که اول از انگیزه تان بگین چه چیز باعث شد که شما برین این گیاه بیارین؟ اول از کجا آوردین این گیاه طب بره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایرا اولا که همین شد که به خاطر کمی خشکابی در این منطقه خیلی زیاد است نه؟ این خلاصه این طرف بگه آبی بخی قوی شده. بس به خاطر از این که این در مقابل آب خیلی یک چیزی خوب است که قدر زیاد در آب نیاز نداره نه؟ در کم آبی هم موشه در آبی هم موشه. ولی به خاطر از این من رفتم میره از مزار خلاصه نیال زیر ها آوردم همین زمین ها کاشتم و فعلا هم که داره ثمر میدیم. بعد نیستم مثلا شیر زیر میگیری و باز شیر زیر هم به قیمت خوب سودا میشه و بسیار یک فروش خوب میشه به خاطر که این یک چیز جهانیه. این کدام ضرر به کدام کسی هم نیست، این کدام معتاد هم کسی رو نمونه، این خاطر طبی است، این کاملا هین مره. باز این یک چیز بسیار خوب است. در مقابل آب مردم ما باید از این زیاد کاشت کنه و برداشت از این بسیار خوب هستن و نهال از هم و در مزار هم پیدا میشه و در این دایکندی هم حالا فعلا پیدا میشه و برای از این مردم بسیار خوب هستن که این را باید کشت کنه همه چیز. زیرا این زمین ها در سطح دایکندی از این بسیار خوبم برداشت میشه به خاطر از این که اینال دایکندی مثلا بادام شندی خود نتیجه نمیده، خشک است. بازی بسیار خوب نتیجه میده، خوب نتیجه میده ولی مردم خواهشمندم که از این زیاد بیکارم. درست. این اول بگین که شما دانش آوردین یا تنامی بوتهشان آوردین؟ درختشان؟ من دانش را آوردم و نهال از را آوردم. وقتی که نهال از را آوردم همشون بوتهش چی دانش را آوردم اینجا کورد کردیم. من به اسلام ما کورد میگه، بعض جاری قوری هم میگه، باز جو از ما کورد میگه بیشتر نه. درست. با زمین نهال از با کورد ازی بگین که چه قسمی کاشته میشه، چه قسمی غرس میکنید و چند سال بعد در محصول می چه قسمی کاشت میشه در مجموعه رو بگین؟ این کورد ازی همین دانه ازی که آورده باز تقریبا باز ما جایش را پل جور میکنی، پل هم در کردگاه ریزه جور میکنی یا مثلا در خطکشی هم موشه. مقصد همین پل که جور کرده بازی را خواب نرم هم بر کودی حیوانی و کودی سیاه مثلا دزی میپاشی را با بیل خوب بیل میزنی نرم مونی بازی تخم ازی را میپاشی. باز روی تخم ازی یک کمک مثلا خاک میپاشی که مثلا زیر خاک شوه که زیاد خاک نپاشی که باز بدرسیدن نمیدانه سوی ازی و قدر قدرت نداره. باز بخاطر اونمو یک کمک خاک میپاشی و دیگه هسته بهار انشالله که همین بارندگی پایشی که خلاص شد بازاو بدیره که یاو دادی بازی ساز نه. اگر مزاز نه تیمی که بارندگی قطع شد اگر آو ندادی ساز نمونه. باید اونمو تیمی که می قطع میشه بارندگی زمین که در خشکیدو مره فورا باید آو بدی. یک سه چهار آو که دادی بازی ساز نه. باز در ظرف 1 سال هم کشیده نمیشه، ریزه تر است. مثلا در 2 سال و 3 سال ازی بازی در کلان میشه، مثل از گناه آوری در کلان میشه. کلان که شد بازی رو که شنده اینایش مثلا اینا رو که بشنید
2 سالگی نه مثلا در حاصل میه. در 2 سالگی در حاصل میه. بعد اون روز دیگه از این میتونی استفاده کنی. به اصطلاح از شما جویش هم میشه، یعنی که میشه که همطور که هموار بشن. اینا اگر جویا بتونه بهتر است، چون جویا از این است باز خاک مخوره، باز بخش نرم مونه، همین در سر جویا شنده میشه که باز خاک بخزو همیشه نرمه که بلی از آب بدر نمیشه. باز اگر در خطکشی بشنه، خطکشیش یکم زمین سفت میشه، باز دیرتر کلان میشه و قدر خوبش نمیه. با جویا اینا جاهایی که آب کلان زیاد است، مثلا جویا زیره یک رقم بزنه که مثلا او زیاد استاد نشه، چون یکم بله از این تغییرات از این میره نه که مریض نمیره زیاد. اگر جای که او کم است مثلا جوی جزیره دم بزنه که بخاطر او کم نموشه که از او چی کنه. درست. چند سال بعد باز ده حاصل از چه قسمی هست؟ یه مثلا نیمینیالا رو که باره بشنی ایده 2 سال مثلا ده حاصل میه. ایده 2 سال ده حاصل میه. مثلا نیال کوچیک از این ساخت نیال اگر بشنی بازی ده 3 سال 4 سال اینا ده کار میه. بازی هم که میشنه باید تا اینم زیاد زیر خاک اندازی اینم تا مزی سرحد نه تا این زیر سرحد. اگر این قدر کم اندازی بازی زمستان یخ میزنه، باز یخ زدگی دمی سر از کی برسه بازی را خراب منه گنده هم. مثلا اینی بوته زیر که پیدا کردی بازی چی از زیر میکنی اینه را صاف را میکنی اینا پس دبلی از این شکل ملی پس این خاک بلی از پشنی یک اینم قدر خاک پشنی باز اون است تا یک 20 روز 18 روز بعد از اون می خاک از می سازی و پاک می باز اونم نشستن شروع می دیگه اون تقریبا 3 ماه مور نشسته. کوکو یک سوال دیگه کنیم. زمان که ایره نش میزنید مثلا 3 روز بعد باز میتون دیگه نش بزنید دمی ساحه یا نه با جای دیگهش باید بزنید؟ یعنی این میره فقط دیگه جای نش نمیزنی، این میره پاس این می سازی و این در نازور بالام نی این خطر این پس با شیر بدر نام قزون زخم از تازه شو. درست. این باز اهمیت از چه قسمی مفروشین در کجا مفروشین و این شیر ازی مثلا یک تنها میگه اگر خوب کلان شوند چقدر شیر میتن یک بوته ازی؟ یک بوته ازی در مجموع در جای خودی از ما کسته مثلا تا 30 گرم 35 گرم مثلا نمی یک دانه زمینیه. مثلا این چقدر برش میشه که نمازی طرف نمیزنی برش شده موری تا پایان می چند روز پیش اگر بوده که اونجا ما داره برش میگه با شما میدین خیلی خوب شد حالا هم فرق نمونه. مثلا نمازی طرف که نمیره برش نی برندش همینجا هست بازی تا نمازی قسمت ها رو می باز بلش پس شیرش کم شد باز خواب پیش نیره. این نش ازی تقریبا یا برش ازی مثلا 3 ماه موره. از اول تابستان تقریبا از 20 تابستان دم جای از ما شروع میشه تا 20 میزان اینا را ایمور. درست. ام یک بوتیش مثلا در یک سال چند دفعه نش زده میشه؟ یک بوته از این مثلا بوته است که 25 بار هم نش زده میشه. 25 بار. مثلا بوته است که مثلا 18 بار مثلا برش میشه به خاطر بعضی بوتا شیرش کم. بازی شیرش که باز این در اول کی بدر میشه ولی هم زخم هم در پور نه. باز پاسان که این در خال بدر شد فورا باید اله کنه که خوش نشه. درست. باز زمانی که شما نش میزنید دو شیر بدر میشه ولی زو شیر باز خاک میندازین؟ نه. زمانی که را مثلا میزنی مازینمی که سر ازی است بازینمی ساخت یا کارتن یا سنگ. این تو سایوان دزی جور میکنی بازی را که امروز نش میزنی بازی را 3 روز دیگه در پالی ازو نمی. روز 4 می باز امیر همی شیرش رو میگیری با یک چیزی از او شیرگیر ازو باز بعد شیره که گرفتی اونی در بلک میندازی باز دوباره جای ازی را باز با دیگه پل بازی را تازه منی امیر یک کم اندازه پوست پیاز دبلتر امیر خلاصه ایره باز زخمش را باز بلمنی امیر که تازه شد پس بله ازی را سنگ مکم منی یا سنگ یا کارتون خلاصه یا ازی بوته خود ازی را اگر مثلا مثل چولی رو جور کنی و خیلی خوبش میه بازی را بله ازی را مکم منی باز تا 3 روز دیگر نمی باز روز 4 می باز امیر همی کارتون بلمنی باز دوباره همی شیر ازی را میگیری باز شیر که گرفتی باز خنپل دیگه باز دوباره ایره زخم ازی را تازه منی که اونا درست. در کدام فصل سال زمان شیردهی ازی هست؟ فصل فقط دم ساحه از ما فعلا که همینجا هست مرکز دای کندی خلاصت در 15-20 تابستان برج اول تابستان که هست این شروع میشه تا 15-20 میزان.
درست. وقت شیر گیری. اینا در مقابل آب چطور است؟ آب زیاد در کار داره، کم در کار دارن، خاکدهیش چه قسمی هست؟ شنیده میشه که حتی اینا یک تعداد از اینا هست در کوه ها هم میشه کاشت. این کوه هزی که جاهای کوهی که نم داشته باشه بهتر از آبیه. به خاطر از که اینال مثلا اگر آبی از این مثلا 3 گرم شیر بیدیه، کوهی از 40 گرم شیر میدیه. اما کوهی از ما شما خشکه اینجا هم در نتیجه خوب نمیده، به خاطر کوه ها بارندگی قطع شده. این اصلا بارندگی وجود نداره که در فصل بهار یک دفعه کم زمستان بارندگیش قاش دیگه قویه دیگه. یعنی اینالی کوهی از خیلی خوب شمیه که اون نه دیگه چیز میخواد، فقط سالی یک دفعه یا 2 دفعه یا 3 دفعه هر کسی از توانایی خودش آمد فقط به خزیر موری نرمونی با این در تشابک‌های کوچیک کوچیک داره، باز با او زمین نرم کنی که علفایش هم زده میشه، باز زمینش هم نرم میشه، بسیار باز رشد خوب شمیه. در یک جریب زمین چند باید از این کاشتم، چند از این نهال از بوته؟ والا در زمین آبی اینال یک جریب زمین مور مثلا 5 سیر کابل تخم، باز 5 سیر کابل تخم ریزیش مقصد یک شلتر بشن 2000 نیال مور، اگر شفتر بشن 2500 نیال مور. درست. این فاصله بین نهالا باید چقدر باشن؟ اینا چقدر کلان میشن؟ اینا خیلی کلان میشه. اینا خیلی کلانه، باز او از این قدر خیلی کلان میشه، تقریبا این قدر جبل میشه، 3 اندازه از این کلان هم زیادتر میشه. درست. هر چی کلان شد باز مقاومت شیردهش باید زیاد شوند دیگه. نره کلان که شد با شیردهش زیاد میشه. مازی این هنگ انگوزه آیا انواع دیگه هم دارن؟ تنها امین نوی که شما ایره کاشته نقوی سر حد رسیدن این چی نوع است؟ از کدام نوعی؟ ای از نوعی تنها یک رقمه؟ این که است فقط میگنا کاملا نمی قضیه که اینجا است، حالا فعلا اینا هنگی تاجیکستانی سفید است. این سفید از این که است شیر سفید میده به نام ازو، به خاطر ازو سفید میگه. سفید از خیلی خلاصه خوب چیه، بالاتر از همه هنگای دیگه. اینا مثلا قزاقی است، قزاقی ازو اندازه از اینا خوبش نیه. باز ازبکی است، ازبکیش هم قدر خوب نیست. ایرانی است، ایرانیش خیلی شیرشی با شوله، اینا خلی و به اصطلاح او باز ارزانه. شیر از ازبکی هم باز یک ساخت از به نام گریس میگه که گریسی میگه، ورا گریسی از هم با شیرش خیلی ارزانه. باز یک ساخت از را که دقیق قربان داره دیگه، تخار ازو داره، مثلا اونا به نام چایر میگه. چایر که است می ساخت کنتالی از لاپاند و شاینا با شیر میده و شیر ازو ارزانه. بس ورا باز تجارا یک رقمای مونه باز تر نگنه اون سودا هم نمیشه. درست. از خود برای خودت بگی که خود چقدر حاصل بده سوار درختای کاشته با حاصل آمدن نمودن، قیمت از اون چقدر است؟ مثلا این تاجیکستانی از دی کیلوی چند فروخته میشه؟ سر چند فروخته میشه؟ این سر از این فعلا که در افغانستان امسال یک دفعه تابستان شده و سر تقریبا 1.5 لگ افغانی فروخته میشد، اما فعلا که است تقریبا 1.15 و 1.20 اینا سودا میشه، کم پایان آمد. از قبل که بودم چند سال پیش سر 50,000 60,000 اینا بود، حالا فعلا پارسال تم سر 1.20 و 1.30 سودا شد. باز امسال هم قبل از اینکه شیر جمع شه سر 1.5 لک شده بود. باز اینا یکم به خاطر هندوستان دهلیز هوایی از بنده، این زمینی از باز قدر زیاد نماره، باز اونم خاطری پایین اومده کم. هر کیلوی از این مقصد نیالی ده 18,000 19,000 17,000 در سودا میشه فروخت از این است. دیگه خود چند اصلا نهال فعلا چند بوته داره در مجموع؟ حسین نهال از که برای کشاندن مردم باشه یا خود ما بشانم باشی مقصد یک 16,000 نیال است. درست. اینا برنده ها شنونده خوب رادیو نسیم، شما هم میتونید از آقای محمد نبی قربانی بیاین بخرین، اگه امتحان کنید. یک گزینه خوبی بدیلی هست برای کشتی کوکنار و در کنار از هم با توجه به خوشتری در دایکنده هست، گزینه خیلی خوبی هست. بیاین در زمین هایتان بکارین و حاصلات بیشتر را به دست بیاورید. خب کاکا بیشتر بگین که خود چقدر جمع آوری کردم امسال؟ اشیر امسال از این ما خیلی کم بوتی از را نشته بودم، تقریبا اینالی یکون 800 دانه بوتی از را نشته بودم. ما امسال یک 3 اینا شاید جمع کردم. 3 باز زحمت زیاد میخوایی؟ نه به او اندازه که بادام مثلا زحمت منی نه. این مثلا فصل بهار یک 3-4 بار آب میخواه، یک دفعه 2 دفعه میره به قدم بیخ از را نرم کنی دیگه. یک کم کودی سیاه اگر پاشتی که خوبه، نه پاشتم نرم کردی اونو گوشت نه. مقصد دیگه زمین چرا اگر کود حیوانی یا مثلا اینا
قد گٹ که باشی خب بیخی زود رشد نه که نکه باشی باز زمین 4 سال هم پوجی کنی باز همو یک بوته مثلا چند سال میمونه؟ چند سال عمر خواد کرد؟ این حالی در سطحی که اگر ایره بخواه که خراب نکنه یک بوته ازی تقریبا 20 سال 25 سال تا 30 سال هم عمر داره این. اگر ایره بخواه که خراب کنی مثل این حالی شرکت ها در سمت مزار بازیگنا چیکار نه مثلا تکه میدیم مثلا ما تکه دار می شما مثلا مورد مثلا این کونه اگلو اونجا همه کویه از کنه اجاره هم مثلا اینی بوته ازی در مزار امسال بود کویش را در 400 یا 4.5 یا 500 مثلا اجاره میکرد که ما اینو شیر شده ما میگیریم باز اویشی که بود از 3.5 تا 400 اینا را بود از بلند نبود باز کویشی تا 500 بود به خاطر کوی از یک است شیرش بیشتر از بلی آبیزی هم مزدونم دو قسمتی چی کسته باز اینالی شیر سمت مزار باز کلونتر از اینجا میدی مثلا مزار اینالی اگر جای از ما مثلا 30 گرم میده مزار حتما 40 گرم میده به خاطر زمین چی نم دارن زمین از ما داره بود ما نزدم این آرام داره حالا میخوایم که با دربی هم برای هموطنای ما بگین که چی پیام دارین برای از پیام ما برای امزه ملت دایکندی ملت شریف دایکندی برای همین است که هر کی از رویش و تواناییش داشته باشه از این کشت کنه برای بسیار حاصل خوب داره برای مردم و در مقابل خوشکابی هم بسیار خوب چیز است و هر کس تواناییش داشته باشه باید کشت کنه دیگه درست. یک سوال دیگه هم کنیم احتمالاً بیننده ها و شنونده میخوام بفهمن قیمت هر بوته از چند مفروشین شما؟ نیالش شما نیال از این است مثلا از 10 روپیه گرفته تا 17-18 روپیه این قیمتشان هم چیز نیست دیگه 17-18 روپیه کسی بودن 1000 افغانی بدونه خیلی نیال میشن آره او 1000 نیال میشه شیر از سفید است شیر حالا چند قسم است که به است تاجیکستانی از یک است سفید بازی شیر ایرانیش که است یکم سرخچه بازم شیری یکی به نام چایر میگه که سمت بدخش چی داره تخار داره و قربان بازو چایر میگه و ساخت شیر کنتال است بازی یک شیر دیگه است که ساخت گریس است بازو گریسی از اونها بازمو خاصیت از این داره خیلی کم مقصد او رو باش ارزان است همین سفید تاجیکستانی ازی فعلا که است قیمت ترین شیر همیه درست بسیار زیاد تشکر